بسم الله الرحمن الرحیم. ما دفعه گذشته یه بحثی رو شروع کردیم که من میخوام تمامش بکنم امروز. و اون که آیا مسئله دوگانگی مرسل حل شده است یا نه؟ البته از اکثریت قلیل به اتفاق افراد که بپرسید میگن حل شد، ولی به نظر بنده حل نشده و همطور که از خواهد کرد بعضی از بزرگان فیزیک هم معتقد بودن که حل نشده. بنابراین یه مروری رو این مسئله دوگانگی مرسل رو هم رفتیم 5 تا مکتب را میشه شما. اولیش این است که معتقده که عرض می شود که اصل ذره است. بورنو یکی از فلاسفه معروف آمریکایی، فین و اینا معتقده به این هست و یه سری نکات دارن که من تک این نکاتشون خواستم هست. پس میگن ذرات اصالت دارن، امواج ابزار ریاضی هستند برای محاسبه احتمالی که ذرات کجا ممکنه یافت شد، ولی اصالت به ذره. خب استدلال بورن، شخص بورن بر این که اصالت با ذره است میگه که اینه که میگه بالاخره مکانیک کوانتومی در حدی باید به مکانیک کلاسیک برگرده. بنابراین باید یه سری مفاهیمی که تو مکانیک کلاسیک معنا دارن مثل ذره و موج و مثل ذره و موضع و سرعت و اینا باید تو کوانتوم هم چیز داشته باشن، جا داشته باشن. بنابراین اصالت با ذره است. منتها یه سری قیود میذاره. قیودش این است که اولا متوجهه که موجی که تعریف کنه یه اشکال اساسی داره که جوابی براش نداره. میگه که موج اطلاعات آماری به ما میده که کجا ممکنه ذره یافت بشه. همین. ولی ما اطلاع دقیق در مورد خصوصیات ذره مثل مسیر داره ذره، نمیدونم سرعت داره غیره، اطلاع دقیق در مورد اینا نداره. یه اطلاعات ابرگونه داره، ساعتگونه نداره. ذره هم توی مسیر حرکت میکنه و غیره، ما نمیتونیم به طور دقیق مشخص کنیم اینا. آودی که کتابی هم روی کوانتوم مکانیکس نوشته یا معروفی نوشته، این معتقده که ما هم ذره داریم هم موج داریم. فوتون الا ولا بود موجه و یه عده‌ای هم مثل الکترون اینا ذره، ولی ذره داریم منتها نه فوتون. حرفش این کتاب طولانی داره. ذره داریم قبل از اندازه‌گیری باید که موضوع و مسیر و همه چی هست، منتهاش دقیق نه، هیچ قابل فهم نیست، واقعا قابل فهم نیست، اصلا قابل فهم نیست، ولی می‌جنگه دیگه. به عرض می‌شود که میگفتن که ما همون حرفی که قرن 19 بعضی ها می‌زدن، ما اطلاعات ابرگونه داریم و اطلاعات ساعتگونه داریم. ابرگونه یعنی حالت ابهام، ساعتگونه یعنی حالت دقیق و میگفتن تو جهان هم ساعت ها داریم هم ابرها داریم. اینا یه حرف بزن. منظوماتش ها بهتون بگم، من حالا مخصوصا یه جلسه را اختصاص دادم انشاءالله فردا به اینشتین ببینید. خیلی کمن اونایی که حواسشون جمع باشه همه جهات حرفاشون مواظب باشه. به همین جهتی که مثلا در مورد مکس بورگ شما شیفت از اینجا به اونجا خیلی زیاد داره، از این پله به اون پله بپره، 2 مرتبه بپره به اون. شما مثلا یه حرف واضح در مورد، باید که خودش واضح احتمال بود توی یه چیز، ولی یه حرف واضح راجع به دترمینیسم ازش نمیشه.
یعنی به خاطر اینکه به نظر من اون دقت فلسفی رو نداشت. کسی که متوجه باشه تمام ملزومات حرفاشا تو این آهنشتن اون موقع. البته بعضیاشون مثل دیراک و اینا بعدن دقت بیشتری کردن رو حرفایی که تو جوون 24 سال زده دقت بیشتری کردن، ولی کسی که از اول متوجه ملزومات چیزش بود اینشتین بود. من کاری ندارم که باش موافقیم یا مخالفیم، ولی اصولی کار میکرد. یعنی دنبال یه چیزی میرفت، همطوری نبود که حوث چیز بود و استدلالاتیه که اسمش اگه به انگلیسی بخوام بگم گرند، عظیم، یعنی دنبال چیزای لقمه های بزرگ. همون مثالی که زدم که دایسون میگه بعضیا پرنده چیز هستن، آفاق همیشه دوست داشت نگاه خورده هیچ وقت اهمیت نمیده، ولی اینا نه. بنابراین تعارض و حرفشون زیاد هست. رولیش که رولیش که رولیخ هم میگن آلمانی، از میشود که این کسی بود که یکی از اولین کتاب‌های فیلد تئوری را نوشت، فوتونز اند الکترونز، یه فیلد تئوریست، ولی معتقده به ذره است به این شرحی که براتون خواهم. اصالت به ذره میده، ولی حرفش نیست که ما هم ذره کلاسیک داریم هم موج کلاسیک داریم، ولی اون چیزی که تو دنیای زیر اتمی باش سر کار داریم ذره کوانتومیه. بنابراین به ذره معتقده، منتها ذره کوانتومی. این ذره کوانتومی تصورش برامون مشکله. میگه یه موجودیه که جلوه های ذره‌ای از خودش نشون میده و جلوه های موجی هم از خودش نشون میده. اون جلوه های ذره‌ای اطلاعات آماریه که به ما میده. اون جلوه های موجی اونجاییست که اطلاعات آماری به ما میده. ولی اسمش هم میگذاره ذره کوانتومی، که اینجا یه چیز هست. این کتاب داره، انصافاً هم کتاب خیلی خوبیه، کوانتوم پارادوکسیس، معماهای یا پارادوکس های کوانتومی. خیلی کتاب پر اطلاع خوبیه. وقت این کتاب ها چیز هست میشه بعد یه نقدی براش نوشتن، کوشینگ نوشت تو مجله فیزیکس تودی بود یا امریکن جورنال آف فیزیکس که کدوم از این دوتا، و تو اون نقدش نوشت با اسم گذاری که مسئله حل نمیشه. شما بگوید ما ذره کوانتومی داریم، سوال ذره کوانتومی چیه؟ بالاخره ما چی احساس داریم؟ فقط حرفش اینه که یه موجودیه یه جاهای جلوه ذره‌ای از خودش نشون میده، یه جا جلوه موجی از خودش نشون میده. میگه یه ذره کوانتومی بدیم معنی است موج است که موضعش توسط اطلاعات آماری موجگونه میده. خیلی بعد یه نکته رو میگه که این نکتهش خوب محل تأمله. میگه مشکل اینه که ما میخوایم دنیای کوانتومی را بر حسب مفاهیم کلاسیک چیز کنیم، بیان کنیم. اینا حرفشون اینه. از یه طرف ما مجبوریم مفاهیم روزمره کلاسیک رو به کار ببریم، از طرف دیگه این زبانی نیست که ساخته شده باشه برای دنیای زیر اتم. حالا به هر حال حرفشون اینه. بنابراین این زبان نامناسب رو که به کار میبریم مجبوریم اطلاعات آماری بدیم. بنابراین این حرفشون است. و میگه مشکل اینه که ما میخوایم جهان کوانتومی رو بر حسب زبان کلاسیک بیان. البته اون مشکل میمونه که به هر حال دنیای کوانتوم به دنیای کلاسیک باید در یه حدی برگرده. بنابراین شما باید که چیز مشترک داشته باشید، زبان مشترک. اون ایراد باقیه. خب
یکی از فیزیکدانای بزرگ که شاگرد هایزنبرگ و بورن و اینا بوده و انصافا سهم خیلی اساسی تو فیزیک این قرن داشت، وایسکوفه. وایسکوف حرفش اینه: یه واقعیت عینی خارج از ذهن داریم که این واقعیت، پس ببینید رئالیست، کاملا رئالیست، یه واقعیت عینی خارج از ذهن داریم ولی اینا نمیتونیم عرض می شود با مفاهیم کلاسیک نظیر موضع و اندازه حرکت توصیف کنیم. یه دنیای عجیب و غریبی داریم، این اگه بخوایم با زبان کلاسیک توصیف کنیم تصویرهای عجیب و غریبی به دست میاریم و تصویر عملا نمیتونیم به دست بیاریم. حرفش این. بنابراین به ذره اعتقاد داریم. خب پس یه گروهی بود که ذره را اصل میدونست. حالا این که ذره معمولیه یا اصلا ذره کوانتومی اسمش بگذارید. ذره معمولیه که شما وقتی که میخواید به زبان کوانتومی ذره کوانتومی را ذره دنیای کوانتومی را میخواید به زبان کلاسیک بیان کنید، وقتی تصویر ناپذیریه اینا تو کار میاد. یعنی اصطلاح موضع و فلان اینا میخوان بگن خیلی که اصطلاحات فیزیک کلاسیکه این اصطلاحی دقیقی نیست برای دنیای کوانتوم. خب این یه موضع به هر حال که بعضی از این بزرگان داشت. موضع دوم اینه که اصل موجه. و این دو نفر آدمه، حداقل دو نفر، که اینشتین هم میشه جز به این منتاش اون دقیق در از این هست. دو نفر، یکی شرودینگر، یکی دوبروی. اینا اصلا با موج میدونست و حرفشون این بود که اگه ما تجلی ذره‌ای از این موجود کوانتومی میبینیم، دوبروی میگفت این تکینگی موجه، موج در یه جاهای خیلی خیلی متمرکز میشه، تکینگی موجه. و شرودینگر میگفت که این یه بسته موج داریم که در حول یه ناحیه‌ای متمرکزه. بنابراین اینا هر دو به موج معتقد بودن و به اصطلاح به پیوستگی همطور که قبلا گفتم آخرش هم دست ازش بر نداشت. یعنی اصالت رو به این بود موجی میدیدن. البته اون چیزی که معروفه از دوبروی که هم موجه هم ذره و اینا، این مال اوائل نگارشه رسالش. اون وقت گفت که یه ذره‌ای داریم که یه موج هدایتش میکنه، ولی واقعا اعتقاد به این چیز داشت که اون چیز اصیل موجه و این موج اگه یه جاهای تمرکز داشته باشه، موج سینوسی نباشه که همه جاش به سهمه، یه موجی باشه که اینطوری بیاد و وقتی در یه جاهای اینطوری و پس در یه ناحیه یه محدودی تمرکز داشته باشه، ما اینا به عنوان ذره تلقی می‌کنیم. بله از اون مدل حمایت کرد، ولی دست از اعتقادش حمایت کرد از مدل بو به علت اینکه لااقل علیت رو نشون میداد و اون شدیداً به علیت و رئالیسم اینا معتقد، ولی ته ذهنش علاقه داشت به این پیوستگی. خب پس مدل دوم مدل عرض می شود که شرودینگر اینا. بعد اینهایی که معتقد بودن به این اصل موجی بودنه جهان رو قاعدتا پیوستار میدیدن. به چی بودن؟ به همین موجی بودن قاعدتا. اونایی که ذره میدیدن میتونن اینو بپذیرن یا نه؟ قبول ندارن؟ نه دو تا چیز مختلف بودن. اونا ذره‌ای میدیدن، اونا موجی میدیدن. اونا که موجی میدیدن گفتن جلوه ذره‌ای میبینیم، یعنی به چشممون میاد مثل اینه که ذره باشه، ولی اونا عملا ذره میدیدن. منظورم اینه که اونایی که موجی میگفتن نور موجیه میتونن ظاهرا فکر کنم میتونن خیلی راحت جهان رو پیوستار بپذیرن. اون یکیایی که میگفتن نه اونا منفصل میدیدن.
و این دیدار انفصالی از اول یونانیا، یعنی از قبل از میلاد، انفصالی و ذره‌ای، یعنی منفصل و پیوسته، از اول بوده. بعضیا مثلا مثل دیراج حاضر بودن هر دو رو بپذیرن. یعنی دیراج میگفت فوتون موجه و الکترون ذره است. بعضیا حاضر بودن هر دو رو بپذیرن، ولی خیلی هاشون یا این بودن یا اون بودن. خب عرض می شود که سوم بور و اصحابش بود. اینا معتقد بودن که ما جهان را نمیتونیم با یه زبان بیان، میتونیم تصاویر مکمل بدیم، تصاویر مکمل، و این تصاویر مکمل خودشون را در آزمایش‌های متفاوتی نشون میدن. شما آزمایش دو شکاف را به کار بگیرید، جنبه موجی الکترون را میبینید، آزمایش فوتوالکتریک را به کار ببرید یا کامپتون را به کار ببرید، جنبه ذره‌ای الکترون را میبینید. بنابراین اینا به تصاویر مکمل چیز گفتن ما نمیتونیم با یه زبان کل وقایع جهان را چیز کنیم، از بیان بکنیم. این بیانه مکملیت بور بود که البته بعضی ها بعد اومدن گفتن چرا دوتا، فقط دوتا، سه تا نمیگو. ببینید مثلا شما در کوانتوم معمولی دارید بین چیز، بین مختصات و مومنتوم یه رابطه عدم جابجایی هست، جابجایی ناپذیری هست. خب این دو تا کمیت هم بود، مختصات و مومنتوم. ولی حالا شما بیان سراغ مؤلفه های مومنتوم زاویه‌ای، چه صدا؟ LX، LY، LZ. صحبت بود که پاولی اینا کرد که نمیشه منحصر کرد مثلا به دو تا تصاویره، نه که بیان بعدی بور به دوتا محدودش نکرد، تصاویر مکمل. مهم اینه که یه زبان واحد نمیتونید بیان بکنید، کل قضایی ها را به زبان واحد نمیتونید. من حرفشون هم اینه، اشکالی نداره تو زمینه های مختلف تصاویر گوناگون بده. ایراد اساسی که به این مدل بور و به این نگرش بور میگیرن اینه که این با دید شهودی ما که همه چیزا فقط یه تصویر ازش داریم نمیدونیم. این که بگم یه چیز ابعاد گوناگونی داره به ما برمیگرده، مثل قضیه فیلم میمونه و تاریکی، تو تاریکی یکی دستش به دست فیلم میذاره، یکی به خرطومش میذاره، یکی به تصاویر مختلف. ولی نمیگه فیل چند تا چیز، میگه من این بعدشو دارم امتحان میکنم یا اون بعدش یا اون بعدش. اینه که حرفشون اینا مخالفان این تصویر مکملیت این است که این با دید شهودی ما نمیخونه که ما بگیم که تصاویر گوناگون از اشیا، با این نمیخونه. خب حالا یه دی معتقدن که نه ذره و نه موج، بلکه یه موجود یه هویت کلی تر که وقتی که اومدن و میدان الکترومغناطیسی را دیراج کوانتومی کرد به ترتیبی که من براتون به طور خلاصه جلسه گذشته اشاره کردم، وقتی که دیراج اومد میدان الکترومغناطیسی را کوانتومی کرد و انرژیش را به صورت انفصالی یافت، یعنی مثل اینه که انرژیش تشکیل شده از یه عده ذرات و مومنتومش از یه عده ذرات. و وقتی اینا آمدن گفتن اون موجودی که همه این چیزا رو توضیح میده میدان کوانتومیه.
ببینید جای این رفت به میدان کوانتوم. گفتن میدان کوانتومی این حرف آخره که این دیدگاهی چه دیدگاه غالب. دیدگاه غالب نیست که ما میدان کوانتومی داریم. میدان کوانتومی در مقام توصیف، مثلا وقتی که صحبت از انرژیش میکنیم، مثل اینه که از یه ذرات توصیف انرژیش راحته بر حسب اینکه یه تعداد ذره با این انرژی هن، یه تعداد ذره با این انرژی هن، یه تعداد ذره با این انرژی هن و غیره. بنابراین اینا میدان کوانتومی را حاصل میکنه. ببینید واینبرگ میگه اجزای بنیادی جهان ما میدان ها هستند و ذرات صرفاً کوانتوم های انرژی و اندازه حرکت این میدان ها هست. البته اگه اینا خوب میفهمن این حرفا برای خودشون حلاله باشه، ولی یه دی نمیفهمن واقعا این حرفا که عرض میشود که میدان کوانتومی هست، ولی وقتی از چیزای عمدهش انرژی و مومنتوم و این هست، وقتی این ابعاد در نظر بگیرید مثل اینه که از یه تعداد ذرات تشکیل شده باشه. خب ولی ایراده وسیع‌تر از این هست که حالا خواهم، ولی نه تنها واینبرگ این حرفا میزنه، هایزنبرگ هم این حرفا میزنه. منتهاش هایزنبرگ خیلی بیانش با واینبرگ و اینا فرق داره. اگه میدان میگه به یه معنای کاملا متفاوتی میخواد بگه که من ترجیح میدم کل حرفاشو براتون بخونم تا ببینید به مفهوم واینبرگی نیست میدانه. عرض میشود که میدانی که هایزنبرگ میگه به مفهوم واینبرگی قضیه نیست، بلکه داره اصل ریاضیات را و موجودات مجرد را که حالا مثلا معادلاتشون هم به شکل میدانه اونه داره اصلا اصل میگه. کاملا فرق داره با میدانی که واینبرگ. و براتون حرفاشو میخونم برای اینکه نکات جالبی داره حرفای هایزنبرگ. میگه که در زمان ما مسئله فیزیک نظری فرمول بندی ریاضی قوانینی است که رفتار ذرات بنیادی را تعیین میکنه. به این ترتیب برنامه‌ای که در ابتدا توسط اینشتین ارائه شده بود به نتیجه میرسد یک نظریه میدان وحدت یافته، یونیفاید فیلد تئوری. منتهاش اینم روشن نمیکنه منظورش چیه تا وقتی یه مقداری تفسیر بیشتری ازش داره. خیلی عمیق میره توی قضیه. من نمیخوام تأیید بکنم ولی میخوام بگم که خیلی فراتر از واینبرگ و اینا میره توی قضیه. او میگه که او در ادامه این موجودات را، یعنی این میدان ها، غیر مادی میدانه. فیزیک ذرات هایزنبرگ عملا ما را از ساختارهای بنیادی آگاه می‌سازد. این ساختارها خیلی مجردتر از اون هستند که ما 50 سال پیش فرض می‌کردیم. اینو تو دهه 70 داره میگه، تو دهه 20 اینا اون حرفا رو می‌زدن. حالا داره میگه این ساختارها که کل قضایا ازشون تشکیل شده خیلی مجردتر دارند که اما همه اونها رو میتوان فهمید. کوشش عظیمی که در زمان ما در این رشته ها می شود حاکی از تلاش انسان برای نفوذ به درونی ترین مرکز اشیا است. من تأسف نمیخورم که این مرکز ماده نیست و مربوط به ایده ها میشه. به هر حال باید بکوشیم اون را بشناسیم. اینجا میگه اینا، بعد حالا تفسیرش میگه. اگر بخواهیم این موقعی که داره هایزنبرگ این حرفا رو میزنه یه هایزنبرگ پوزیتیویست دهه 20 شده یه افلاطونی تمام عیار که من یادمه از پای سخنرانی وایتسکر بودم
که مهمترین شاگرد هایزنبرگ بود، میگفت که هایزنبرگ افلاطونی تمام عیار شد. خب چی میگه؟ میگه اگر بخواهیم توصیفی دقیق از یک ذره بنیادی بدهیم، تنها چیزی که میتوانیم به عنوان توصیف بنویسیم یک تابع احتمال است. تابع احتمال امکان برای بودن یا گرایش به بودن. پس ذره بنیادی فیزیک جدید بسیار مجردتر از اتم یونانیان است. در تیمائوس افلاطون ذرات بنیادی ماده نبودند، بلکه صورتهای ریاضی بودند. تنها صورتهای ریاضی موجود در آن زمان اجسام منظم یا مثلث‌هایی بودند که سطوح این اجسام را تشکیل می‌دادند. اجسام منظم رو می‌دونید که یه مثلا 4 ضلعی، 6 ضلعی و غیره، و همه اینا رو می‌تونید از مثلث بسازید. یعنی تمام اینا رو می‌تونید شما از مثلث‌ها بسازید. حرف هایزنبرگ این است که اون موقع اینا ریاضی‌ها فقط به هندسه‌اش توجه داشت. میخواد بگه که اگه میخوان برید سراغ ریاضی لزوما سراغ هندسه‌اش نرید. در نظریه کوانتوم جدید بدون شک ذرات بنیادی نهایتاً صورت‌های ریاضی هستند، اما سرشتی پیچیده تر دارد، پیچیده تر نسبت به دوره افلاطون، و عنصر ثابت در فیزیک از عهد نیوتن به بعد یک صورت هندسی نیست، بلکه یک قانون دینامیکی. یک قانون ریاضی در نظر بگیرید، همه چیز از این نشأت بود. معادله حرکت برای همه زبان‌ها صادق است و به این اعتبار ابدی است. معادله میدان که شما می‌نویسید ابدی. پس صورت‌های ریاضی که نمایشگر ذرات بنیادی هستند، جواب‌های یک قانون ابدی برای ماده هست. این ذرات بنیادی که می‌بینید جواب‌های اون معادله بنیادی هستند، یعنی زیربناشون اون معادله بنیادی. بعد میگه این قانون حرکت که اینا تجلیش هستن، این ذرات بنیادی اینا هنوز شناخته شده نیست، ولی از آن دور نیسته. معادله نهایی حرکت برای ماده احتمالاً یه معادله موج غیر خطی کوانتیزه است که جوابهای آن نمایشگر ماده است، نه نوع خاص موج یا ذره. بنابراین حرف هایزنبرگ این است که میخواد بگید که در واقع اصل قضایا قوانین هستند و اینا جلوه های اون قوانین هستند. این ذرات بنیادی جواب های اون معادله بنیادی هستند، ریشه اونه واقعا، اینا جواباش هست که برای ما تجلی مادی داره. بفرمایید. امیدوارم که کوانتوم در قرائت کلاسیکش، نه در قرائت حاکمش، که ایدئالیسته، تردیدی ندارد که دیدگاهش ایدئالیست. کاملا که یعنی بیشتر میشه اینو نسبتش داد به ایدئالیسم مثلا افلاطون یا به ایدئالیسم امثال بارکلی یا به ایدئالیسم کانت، چون کانت توش میگه من ایدئالیسم کانت بنا بکنم، نه اون ایدئالیستی که مثلا به ایدئالیسم کانتی نزدیک دارد. بله. بچه اینا کار شده دنیا رو زیاد میشه؟ نه، خیلی نشد. بعضی از فلاسفه آمریکایی که تو فیزیک مسلطن یک کارایی کردن ولی به هیچ جایی نرسید. کار شده یه مقدار داریم. کانت خودش تحت تاثیر نیوتونه. اگه نیوتن بله اگه کانت مثلا 2 قرن بعد از اون وقتی که اومده بود، یعنی هندسه های غیر اقلیدوسی کشف شده بود و مکانیک نیوتنی جایگزین شده بود، کانت سراغ مقولاتش اینا نمیرفت، به شدت تحت تاثیر اوناست. و این حالا خواهیم رسید. ایراد اینشتین این است که اینا خیلی عجله کردن، اینا خیلی کم حوصله بودن.
باید یه کمی صبر میکردن به یه چیز رئالیستی میرسیم. اینا عافیت طلبی خب ببینید، من قبل از اینکه نتیجه گیری این بخش صحبتمو بکنم، بخش پنجم این است که هم موجه و هم ذره، اینم مکتب بو که ذره را بهش قائله، منتهاش ذره یه بعدی داره که اون بعدش ساختار موجی داره و در واقع اطلاعات جهان را میگیره، به ذره منتقل میکنه، مسیر قائله و غیره. و بنابراین یکی از اولین مدل های رئالیستی علی بود که در زمان ما ارائه شد و الان هم خیلی خیلی نسبت به اون موقعی که ارائه شد پیشرفته تر شده و پیرو پیدا کرد. خب این 5 تا مکتبه. به طور خلاصه این که گفته میشه کوانتوم فیلد تئوری مسئله موج ذره را حل کرده، نه نکرده. اولا خیلی از خصوصیات که تو دوگانگی موج ذره بود اینجام هست. اونجا چی بود؟ اونجا شما میگفتید که مومنتوم و موضع یا سرعت و موضع با هم اپراتورشون جابجا پذیر نیستن، بنابراین نمیتونید اینا رو با هم با دقت اندازه گیری کنید. اینجام عیناً اون سناریو تکرار میشه. شما اگر دامنه میدان را بدونید نمیتونید بگون که فقط ذرات با این خصوصیت داره، بلکه یک کامبینیشن داریم. این تعداد ذرات با این خصوصیت، این تعداد ذرات با این خصوصیت، این تعداد با این خصوصیت. اینه که به این مدل کمیت های جابجا ناپذیر داریم. انرژی میدان الکترومغناطیسی جابجا پذیر نیست با دامنه میدان الکترومغناطیسی. انرژی میدان دیراکی جابجا پذیر نیست با دامنه سعی، مثلا برای میدان دیراکی و غیره. پس اینا اونجا دارید واقعا با هم. به علاوه اینجا وقتی که صحبت از انرژی اینا میکنید دارید صحبت از ذره میکنید به هم. اینه که 2 تا از بزرگان کوانتوم تئوری اینها میگن صریحاً حرفشون این است که مسئله حل نشد. یکی دیراکه که تو آخر عمرش دهه 70، یعنی اون اوایل نیست، آخره دیگه، هنوز سخن آخر در مورد رابطه امواج با ذرات زده نشده است. این باز میدونه و همطور که عرض کردم دیراک هم معتقد بود که ما ذره داریم هم موج داریم، منتها حرفش نیست که حرف آخر راجع به اینا زده نشد. دوبروی میگه مسئله که از معماهای بزرگ علم است مسئله دوگانگی امواج و ذرات در جهان فیزیکی است. دوبروی هم میگه این مسئله حل نشد. خودش تمایلش مثلا به این بود که پیوستگی باشه، دو تکینگی تو پیوستگی را اسمشو بذاره ذره و اینا، ولی مسئله رو شبهاتش و ایراداشو جواب براش نداشت. اینه که این حل نشد. بله نه ببینید مکتب بوم 2-3 تا ایراد داره که ایرادایی به نظر من مربوط به زمان میشه، موکول به زمانه که حل بشه. یکی که مبدأ این پتانسیل کوانتومی چیه، از کجاست؟ کما این که این شبیه اینه که شما زمان نیوتن مبدأ از جاذبه گرانشی را نمیدونستید چیه. گفتید خورشید زمین را جذب میکنه، چیه مبدأ این جذب از راه دور؟ مبدأش را نمیدونستید. نیوتن هم خیلی ناراحت بود از این قضیه، ولی قبول کرد و کارش کرد و خیلی کار آرام کرد. اینا هم الان اگه این فرض پتانسیل کوانتومی را بگیرن خیلی کارا میتونن بکنن. بوم خودش یه مصاحبه یکی از بزرگان فیزیک هند باشه، در اواسط دهه 80 داشت باشه در انگلیس. بوم خودش نظرش این بود که این مسئله باید توش کار بشه و بیابن منشأ انرژی و منشأ پتانسیل کوانتومی را بیابن
که بعضی کارا شده، مثلا آقای دکتر شجاعی که الان توی دانشگاه تهران هستن و وقت تو رساله دکتراشون یه مقدار رو این کار کردن که مثلا فرض بکنید شبیه اصل ما که من تاثیر بقیه جهان همش مثلا به این صورت چیز میشه، به جایی نرسته. فرانسویان رو این قضیه کار کردن، به جای نرسید. پس یه ایرادی که به بحر میگیرن این مسئله پتانسیل کوانتومیه. البته یه عده‌ای از بحمیام اصلا این پتانسیل کوانتومی رو میذارن کنار، بدون این کار میکنن، ولی اون وقت توضیح علمی سرش بیکل است. ولی با بقیه جهات که مسیر هست و غیره و اینا کار میکنن، بقیه جهاتشو میگیرن و کار. یکی اینه، یکی که این دومی که میخوام بگم الان راحت تره تا اون اوایل که بحر پیشنهاد کرد، مسئله ناموضعیت. وقتی که بحر پیشنهاد کرد که اینشتین هم هنوز زنده بود، 2-3 سالی زنده بود و عرض میشه بعد از ارائه بحر، این ناموضعیت تاثیرگذاری عرض میشود که فوق نوریه که اون وقت مقاومت در حال بود براش. حالا رسما چون ناموضعیت رو دارن میبینن، به هر حال مدل بحر داره یه توضیحی از ناموضعیت میده که مدل‌های دیگه نمیدن. و ایراد سومیش مده، برای اینکه واقعا حالا براتون جمله اینشتین انشاءالله فردا خواهم داد و فریادش از این رواج مد توی علم بلنده که میگفت که نقش مد توی فیزیک بیشتر از نقش لباس و اینا در میان خانم هست. حرفش این بود، نقش مد شکایت داره، اینا دوبروی ازش نبود. حالا این جمله که براتون خواهم خون یه جمله دیگریه، ولی واقعا من خودم سوال کردم از عرض می شود تو جلسه ای که وایتسکر بود، بحر بود سال 87، از وایتسکر سخنرانی که کرد تمام شد، دستم بالا کرد گرفتم، گفتم چرا؟ چه ایرادیش ما میدید؟ میگم ذوقیه خوشم نمیاد. یعنی حرفشون اینه، ذوقیه نمیچسب، ایراد نداشتم، ایرادی نداشت. من نمیخوام بگم حرف درستیه، حرف آخره با برخورد، یه برخورد آلمانه فیزیکی نه. اینشتین علت این که نپذیرفت انتظاری یه طرح خیلی بزرگتری یاد داشت، حالا براتون خواهم. اون دنباله یه چیز دیگه بود، به خاطر همین چیز بحر را یخت کوچیک می‌دید، منظورش رو تا یه حدی برابر نمی‌کرد. به علاوه اون وقت هنوز آزمایش‌های بل و اینا نشده بود و بنابراین ناموضعیت ثابت نشده بود. دلخور بود از ناموضعیت که تو مدل بحر. این دوتا این جهات میشه. خب عرض می شود که من حالا میخوام شروع کنم. بعد این حرفی از هایزنبرگ نقش کرده الان مثلا مثل اون چیزیست که تو نظر لیستمان به دست اومده، مثلا ضرب بنیادی مثلا خدا مود نوستانه یه لیستمان هم اینا. ببینید ای کاش باید میتونه به اون بخونه، ولی ای کاش فکرشون اون مدل بود. نه، اینا فقط به بازی ریاضی خیلی من ویتنه نمیگم اما چون خیلی احترام براش قائلم. با سخنرانیش بودم تو تریست، ویتن که سر نخه کمال احترام، یا گرینه، اینا متوجه هم خیلی هاشون چی دارن، ولی خیلی از قوم به بازی ریاضی فقط مشغول، فقط به بازی ریاضیه. این که حالا فکر کنن این تجلیه اونه، این فکری که هایزنبرگ کرد در دهه 50 با اون کتاب فیزیکس اند فلسفی نوشت، نه اونقدر عمیق فکر نمیشه. من به نظرم عمق توی فیزیک خیلی کم شده نسبت به زمانی که هایزنبرگ و پاولی اینا بودن، برای که پاولی که اون حرفای عجیب و غریب رو میزد که گفت اگر شما نتونید میدان الکتریکی را برای الکترون اندازه گیری بکنید، بنابراین مفهومی نداره. یعنی حتما شما باید بتونید اندازه گیری کنید. وقت شما ببینید این پاولی تبدیل میشه به پاولی که میگه که روح و ماده دو تا چیز متفاوتن، مکملن، دنباله این میره که یه بنای خیلی خیلی وسیع تری بنا کنه. ولی الان اون عمق نیست متاسفانه در سطح جهان.
البته یک متفکرهای خیلی اصیل هستن ولی دو اقلیت همه جا هستن، تو آمریکا، تو انگلیس، تو برزیل، حتی تو هند هستن که عمیقاً از اول هم عمیق فکر می‌کردن و تسلیم نمی‌شدن، ولی سطحی نگری الان خیلی حاکم، خیلی حاکم. شما میتونید ببینید، من خیلی از این فیلم‌های ویدیویی که از مناظره‌های آمریکا بوده بعضی‌هاش دیدم، از جمله یکی از همیناش که اخیراً یکی از فارغ التحصیلای همینجا برام فرستاده بود، سطحی واقعا برخورد، به طور که بعضی‌ها تو همون جلسه مجبور میشن تذکر بدن تا یه مقداری تواضع، یه مقداری از عجبی هم باید حواستون جمع باشه چی میگم. سطحی نگری حاکمه واقعا و خیلی ها اینا تذکر دادن، امثال پیروز اینا خیلی تذکر. خب من حالا چون میخوام معالا نتیجه گیری کنم از درس، ضمناً من انشاءالله یه هفته از مسافرتم شنبه آینده را نخواهم بود، شنبه اصلی برمیگردم و یک شنبه آخرین جلسه مخواهم. میخواستم که یه جمع‌بندی بکنم از مطالب، تصمیم گرفتم به این نحوه که حالا ببینید عمل کنم. یه مروری میکنم بر اصولی که اینا اومده از اول توی فیزیک جدید مطرح شده تا رسیده به فیزیک کلاسیک و از فیزیک کلاسیک چه جهشی شده به فیزیک کوانتوم. اینا امروز طی میکنم و فردا انشاءالله میرم سراغ نگرش اصولی اینشتین که هم معیارهایی که به کار میبرد را بهش پابنده، هم اصولی را که به عنوان اصول متعارف، اصولی که باید به عنوان مبدأ گرفته میشه، اونا رو همه جا مواظب بشه و بهش پایبند و به عنوان یه الگو بیان بکنن. و بعد برمیگردیم انشاءالله همین هفته بعد یه مروری بکنیم روی نقشی که فلسفه ایفا میکنه توی فیزیک، مرور کلی بود که به نظر من بسیاری از این غفلت هایی که میشه و این موضع گیری های ناشیانه‌ای که میشه به خاطر غفلت از هم که فکر میکنن هر کاری که دارن میکنن فیزیک، در واقع خیلی هاش خارج از فیزیکه که به عنوان توی فیزیک به عنوان هست قبول. خب حالا ببینید، من میخوام بنابراین از قرن 17 شروع کنم. قرن 17 قرنیه که اینشتین نیوتن توش ظهور کرد و بقیه بزرگانی که تأثیرگذار بودن یه نکاتی رو برای ما آوردن که اون نکات بعد به عنوان فیزیک کلاسیک حاکم شد، از اونجا شروع شد. خب ببینید، هنوز اوائل قرن 17 بود که این دیدگاه شایع شد که باید روش شناسی علم را تغییر بده. خب بر علم قدیم، علم ارسطویی چی حاکم بود؟ کوپرنیک یک کار موضعی کرد، ول شد دیگه واقعا. یک کار موضعی کرد، اونم تو مقدمه کتابش یه مقدمه اضافه شد که یعنی این چیزا رو به عنوان ابزاری ما داریم تلقی می‌کنیم. اینکه خورشید مرکزه و عرض میشه و زمین و غیر دورش میگردن، اینا رو ابزاری تلقی می‌کنیم. یه مدل ساده تری. واقعا تا به نیوتن نرسیده فیزیک جون اصلی نگرفته، ولی یه مراحلی را طی می‌کنه که اون مراحل را من می‌خوام براتون لیستوار ذکر. 2 نفر قبل از نیوتن، 2 نفر خیلی نقش اساسی ایفا کردن توی شروع علم جدید که مهمترین بخش علم جدید فیزیک واقعا. زیست شناسی اینا از قرن 19 اوج گرفت، شیمی اینا از قرن 19 اوج گرفت. پس علم اگه میگم واقعا در قرن 17 علم یعنی فیزیک. حالا سماوی و ارزیش با نیوتن میشه، ولی اونم قبل از نیوتن هم فقط فیزیک سماوی. خب اولین شخصی که نقش داشته
فرانسیس بیکن ایشون چیه؟ ایشون حرفش اینه که مدعی روش علمی جدید داره ارائه. توجه بفرمایید، روش قبل از ایشون روش ارسطویی بود. فراموش کردم بگم که مبتنی بر اصل عقلانیت. شما یه چیزایی رو فرض میکنید تو طبیعت حاکم. مثلا یه خورشیدی هست به عنوان مرکز، سیارات دورش میگردن یا غیره. اینا همه چیز به عنوان اصل گرفته میشه. تجربه به صورت آحاد این ور اون ور انجام میشد ولی حاکم نبود. مثلا ارسطو خودش تو زیست شناسی تجاربی را انجام داده ولی حاکم نبود. ابن هیثم خودش تو جهان اسلام توی اپتیک بعضی آزمایش‌های خیلی خوب و مهم انجام داده که 2 سال پیش من یه فیزیکدانی از دانشگاه استنفورد اومده بود تاتارستان رو کار ابن هیثم سمینار داد. اینا آزمایش انجام داد ولی آزمایش قبل از فیزیک جدید خیلی مطرح نبود. فرانسیس بیکن بود که برای اولین بار از صحبت از آوردن یه روش نو کرد و گفت باید از طریق استقراء به اصول رسید. تجربه میکنیم تعمیم میده، چند تا تجربه میکنیم تعمیم میده. منتهاش اصرار داشت که حتما باید یه تعمق عقلی روی این استقراء بشه، یعنی روی بعد عقلی قضیه هم خیلی تاکید داشت. ولی میگفت اساس این است که شما آزمایش میکنید، این آزمایش ها رو جمع‌بندی میکنید، تعمیم میده. تو تعمیمش باید حواستون جمع باشه، عقلانیت به کار ببرید. نکته مهمی که برای اولین بار تو علم اتفاق افتاد با فرانسیس بیکن این که گفت علل غایی را باید کنار گذاشت. ما تو علم اگه کار بکنیم چرا این طوره، چرا اون طوره، منظور از این چیه، منظور از اون چیه، اینو کنار گذاشت. و اصولا با فرانسیس بیکن این اتفاق افتاد. فقط یه فرق اساسی بود بین فیزیکدان‌های اون اوایل مثل بویل و نیوتن. اینا بویل و اینا منکر علت غایی نبودن، این که قضایا به یه علتی داره رخ میده، یه هدفی براش هست، منکرش نبودن. منتهاش میگفتن چون نمیتونیم بفهمید علم متوقف نمید. بعد اومدن اصلا علت غایی با علم امروز اصلا کلا منتفیه. اصلا که هدفی هست تو جهان اینا الان منتفیه. ولی اون اول بویل و نیوتن اینا کاملا جهان را هدفدار میدونستن، منتهاش میگفتن وارد این گود نمیشه، برقش میده. بعد بله مسلمان ها هر کار فیزیکی کردن دنبال ارسطو بودن، هر کاری کردن دور تمدن اسلام. منتها خیلی جاها انقلت آوردن تو قضیه، یعنی اومدن ایراد گرفت. هم ابو ریحان ایراد گرفت، هم ابن هیثم ایراد گرفت، هم خیام ایراد گرفت، هم خواجه نصیر ایراد گرفت. ابن هیثم کتاب الشکوک علی بطلمیوس رو درباره تئوری نور نوشت و خیلی ایراد وارد کرد. اولش هم با این شروع کرد که ما حتما باید دنبال استدلال باشیم و وقتی با بزرگان گذشته روبرو میشیم تسلیم نشیم، علل اصول با شک روبرو شیم. مکتبشون این بود. یا مثلا رازی کتاب الشکوک علی جالینوس نوشت، ایراد وارد میکرد. خواجه نصیر تو هندسه و اینا یا تو نجوم ایراد وارد میکرد به طوری که الان معروفه. خیلی از بزرگان غرب هم نوشتن که کوپرنیک کارش مبتنی است بر کاری که توی مرابع خواجه نصیر اینا کرد. به صورت مستند الان بهش ارجاع میشه به کار خواجه نصیر یا توی هندسه غیر اقلیدوسی مثلا. این روند که شروع کنیم با از فرانسه شروع شد، این روند پیوسته بود که چون علم از اسلام رفت ترجمه شده، این روند پیوسته به همون نقدهای مسلمان یا نه اصلا اگر مثلا اتفاق نمیفته، مثلا اگه فرض کنیم انتشار مثل قرار درست کنه،
اون روند پیوسته انتقال مسلمان به قبلی ها به این نتیجه میرسید؟ ببینید حرف اینه که خیلی از انتقادای اونا را غرب خیلی جدی گرفت و کار کرد، به طوری که یه نویسنده انگلیسی، یه نویسنده میگه آلمانیه کجایی الان توی لحظه شرک کردن، میگه اگر کتاب خواجه نصیر در کتاب شافیش راجع به اصل پنجم اقلیدس زودتر ترجمه شده بود، نه غربیه میگه نه ما نمیگیم چون اصلا دنبال این حرفا نیست، غربیه میگه اگه کتاب خواجه نصیر زودتر شده بود احتمال اینکه هندسه غیر اقلیدسی زودتر را بیفته بود. تأثیرشو بزرگم توی میگم کوپل توسی، میگن کوپرنیک، حتی شکلی مستند هست، شکلی که کوپرنیک تو کتابش هست با شکلی که خواجه هست یکیه، فقط مثلا اون الف ب ج گذاشته، این A B C D گذاشته در این موارد، یعنی تأثیر گذاری بوده، این نوآوریا روی اینا تأثیر گذاری بوده. قانون مثلا اسنل یا دکارت که همون سینوس آی با این سینوس آره تو آثار ابن هیثم هست، تأثیر گذار. این که میرسیده یا نمیرسیده واقعا یه مسئله مشکل نیست، ولی این که تأثیر گذار بوده تردیدی نیست، تأثیر گذار بوده. کما این که این پیر دوئم تو این 12 جلد کتابی که نوشت در واقع گذشته علم در قرون وسطا، معتقده که قرون جدید به شدت متأثر از کاری است که تو قرون وسطا رو فیزیک شد. مثلا کار نیوتن رو متأثر از کارهای یک فیزیکدان اروپایی بود در قرن 13 یا 12 و اونا متأثر از اون طرف. خیلی هم به شدت میشه گفت که علم از اسلام رفت، از جامعه اسلام رفته بود و کاملا از چیز پاک شده، از انگلیس، از خانواده سلطنتی پاک شد، میرفت اسپانیا درس بخونه. منتها یه نکته هست و اون این که جهان غرب آگاه شده بود، در مقام این بود که هر جوری هست علم از اون طرف بگیره. ما کاملا در خواب غفلت. ببینید شما کتاب ابن اولین بار که چاپ اومده بیرون، شما چیز ابن سینا رو تابلوش میبینید توی ایتالیا، عکسش هست، مال اون زمان ها، خیلی اثرگذار بود، شکی نیست اثرگذار بود. خود ما عبرت نگرفتیم، اینقدر تعبیرمون اشتباه بود از قضایا که وقتی که تو سید جمال الدین اسدآبادی اومد گفت که این کاری که الان اینا میکنن ادامه کارایی است که ما میکنیم. یعنی اینطور فکر میکرد که دقیقا ادامه اونه. اونا دانشمندان اسلامی بهتون بگم، ما متاسفانه بعضی از دوستان توی نقل مطالب واقعا جفا میکنن. اگه ما صحبت از ابن هیثم یا ابو ریحان میکنیم یا غیره، منظورمون نیست که فیزیک ابن هیثم یا فیزیک ابو ریحان الان یا جای فیزیک فعلی را بگیره، ذهنیت علمیشونه. چند نفر تو ایران الان میان تردید میکنن تو مثلا فرض کنید اینفلیشن یا فلان یا فلان، تو یکی از مسلم ترین اصول حاکم که مثلا اصل پنجم اقلیدس باشه، هم خیام تشکیل کرد، هم ابن هیثم، هم خواجه نصیر. علمای واقعا روشدار بودن و میدونستن، منتهاش یه عقلانیت خاموش شده بود تو جهان اسلام و اونا بیدار بودن، کاملا بیدار. و خب ببینید این فرانسیس بیکن، گفتم براتون مطلب اولش ها که گفت از استقلال شروع میکنید ولی عقلانیت رو باید ایمان بکنید. گفتم براتون که میگفت باید گرایی را کنار بگذارید و یه پیش بینی کرد. علم امروز را خیلی متأثر از برنامه فرانسیس بیکن بود. میگو در 1600 گفت علم تجربی در شرف تکون است
و اون قدرت غیر قابل تصوری به بشر خواهد بخشید. همه حرفشون این است که بیکن گفت علم برای ایجاد قدرت به کار ببرید و این راهی که اروپا توش افتاد که علم به خدمت بگیرد برای قدرت و اینا نشأت گرفته و الهام گرفته از این حرفای بیکن. به هر حال کار تجربی با توصیه های بیکن و بعدش هم یه اندکی به خاطر سفارش های دکارت اومد. ولی دکارت یه عقل گرای تمام عیار، اولش به تجربه اصلا اهمیت بود و حرفش این بود که چیزی برای که علم باشه کاملا باید برای شک باشه، یعنی هیچ تردید پذیر نباشه اگه بخواد علم باشه. مدل علم باید از ریاضیات، همطور که تو ریاضیات شما استدلال میکنید، تو فیزیک هم میگم یه عده اصول را میگیرید، نه از تجربه، یه عده اصول را بهش میرسید، اون اصل میگیرید، همطور که تو ریاضیات استنتاج میکنید، توی فیزیک و غیره هم همین کار باید بکنید. البته این گالیله بود که بعداً گفت که فیزیکا به زبان یا جهاندان زبان ریاضی نوشت، ولی دکارت حرفش این بود که علم باید همون دقت ریاضی داشته باشه، همون اسلوب اکسیوماتیک ریاضی داشته باشه، یعنی فیزیک هم باید چند تا اصل فوق تجربی شروع کنه و باش قضیه رو بسازه. البته او بعدش اومد عقل گرایی رو کامل کرد و گفت باید با تجربه چک بکنیم، ولی ادعاشون نیست که هیچ وقت در عمل اینو پیاده نشد، فقط این پس‌فندا زد که البته باید با تجربه، باید سراغ تجربه. دکارت بعضی تصورات مثل خدا، وجود، اینا را فطری میدونست یا تصورات فطری میدونست، چیزی که الان تو فیزیک فعلی اصلا مطرح نیست، ولی اون دکارت فطری میدونست. اصول مکانیکشا تردید ناپذیر میدونست چون از اصل خودش شروع کرد و حسا وسیله ارتباط با جهان خارج میدونست، ولی فقط برای کارهای عملی، ارزشش فقط برای زندگی روزمره و کارهای عملی، یعنی یه همگرایی تمام عیار. خب بعدش میاد گالیله. نقش مهم گالیله به نظر من برخلاف شو بفرد سوالم این دکارت اول از فلسفه شروع کردی از طبیعیات، یعنی دوران جوانیش فلسفه من بی اندیشم پس هست معروفه و عرض می شود که گالیله به نظر من بیشتر از اینکه خودش سهم خیلی مهم داشته باشه، اون دعواش با کلیسا هست که براش خیلی شهرت ایجاد کرد. یعنی اومد و از مدل کوپرنیک حمایت کرد، خورشید مرکزی، هرچی هم بهش گفتن شما بیا بگو به عنوان یه ابزار مدل، من اینم این کار راحت میکنه، اینا حاضر نشد، گفت نه واقعا اینه که خورشید مرکزه و اینا نورش میگردن. نقش مهم گالیله به نظر من، البته اون قانون مثلا ماهایی چند تا ماه پیدا کرد برای مشتری، عرض می شود که قانون مهمه این که مثلا اگه در میدان گرانشی زمین در نظر بگیرید همه اجسام با یه شتاب سقوط میکنن، اینا رو به طور تجربی یافت، ولی به نظر من نقش مهمش روی تأکیدی که روی ریاضیات داشت، که گفت کتاب طبیعت را به زبان ریاضی نوشته و شما اگه بخواید طبیعت رو بفهمید باید از راه ریاضی وارد شید. نقش اساسی گالیله این بود و بنابراین با ارسطوییان خیلی فاصله داشت، چون ارسطو و اینا به ریاضی خیلی اهمیت نمیدادن، بیشتر تمایلات افلاطونی داشت و ارشمیدسی، چون افلاطون و اینا شدیداً ریاضی بودن، دم آکادمی علوم شنیده هم بدون
افلاطون نوشته بود کسی که هندسه نمیدونه وارد نشه و اینا بیشتر متأثر از افلاطون بود توی قضیه. یکی از اشخاصی که تو علم خیلی نقش مؤثر داشته تو علم فیزیک و تو علم بویده انصافا میگفت پیشرفت علم به اینه که تجربه بکنیم نظریه بپردازیم و نظریه رو در به محیط تجربه بزنیم. همین روشی که الان ببینید حاکمه در واقع پیشنهاد ایشون بود که با تجربه و نظریه پردازی بیان و علم را بندازیم. تجربه ابزار را برای عقل فراهم میکنه ولی عقل نقش مهمی در ارزیابی این یافته های تجربی یا داده های تجربی داره و میتونه این شواهدی که به دست میاره دو مورد نقد قرار بده. عقل میتونه یک کار مهمش به نظر من برای اون زمان، حالا دیگه خیلی مهم نیست، برای خوب بودن یه نظریه یه معیارایی داره که این معیارا را الان هم ما به کار میبریم. این معیارا را اومد سریع گفت: ساده بودن نظریه، قدرت پیشبینی داشتن نظریه، تست پذیر بودن نظریه، بهترین توضیح را دادن، برای اینکه ممکنه چند تا تئوری بیان توضیح بدن، برای گزینش ما بریم سراغ اون نظریه که بهترین توضیح را تو این جام نقش داشت. میگفت باید که اجسام را بر حسب خواص اجزای سازندشون که نامرئی‌اند توضیح، یعنی پس بنابراین برای اجسام، برای ذرات نامرئی شما یه خواصی فرض میکنید، جسم را بر حسب خواص اون اجزای سازنده توضیح اعتقاد داشت. پس بنابراین به اتم و این که اگه خواص اتم را داشته باشیم ما خواص جسم هم میتونیم به دست. یه فیلسوف دیگه ای که اینا همه فیزیکدان بودن غیر از این اولی که فیلسوف بود، نفر پنجمی لاک که یه فیلسوف تمام عیار بود، خیلی با نیوتن رفیق بودن. به نظر من نقش خیلی مهمی توی علم داشته به دلیل اینکه سر نخ اوناییست که گفتن اگه چیزی ریشه در حس نداره مهم نیست، فقط باید به اون چیزایی که ریشه در حس دارن توجه بکنید. اینا رو بهشون میگن ایمپلیسیست، تجربه گرایان. البته همه قالب فیزیکدان ها تجربه گرا هستن، ولی اینا حرفشون اینه که اگه چیزی ریشه در تجربه نداره از این محلی از اعراب نداره. این نمیگفت بی معناست، حرفی که پوزیتیویست های منطقی هستن. میگفت فقط به اون چیزایی که ریشه در تجربه دارن توجه بکنید. بله؟ بله. منکر ادراکات فطری بود، بنابراین چون همه چی ریشه‌شو در حس میدونست منکر ادراکات فطری بود. این که چیزی ورای حس هست یا نیست، ورای یافته های حسیمون هست یا نه، گفت محل بحث، قابل مناقشه است. به اتمیسم معتقد بود ولی گفت از آرایش ها و حرکات اتم ها ما بیخبریم. این حرکات اتم هاست که باعث پیدایش رنگ و بو و این چیزا برای ما میشه. ولی خلاصه مهمترین چیزی که اثری که گذاشت لاک این بود که فقط به چیزایی که ریشه در حس دارن توجه تا میرسیم به نیوتن. نیوتن درست است. بفرمایید. این نسبی گرایی اون زمان هم نه، به صورت نسبی گرایانه نبود. گفت همه را از تجربه. اون وقت بحث نسبی گرایی است. خوب و بد چیزایی که بله؟ خوب و بد اینها رو ارزش ها رو وقتی فطرت نباشه به چی حساب؟ نه، اصلا وارد چیز نشدن. نه.
همه چی ریشش را در اسم اصلا حوزه‌شون این راجع به اخلاق و اینا چیزی نداره. من لااقل یادم نیست که راجع به اخلاق هست. نیوتن درست از سالی به دنیا اومد که گالیله فوت کرد 1640 و نیوتن به نظر من مؤثرترین عرض می شود عالم بوده در جهان فیزیک به خاطر اینکه چیزایی که آورد اصلا عوض کرد، چون یه سری قوانین کلی آورد که این قوانین کلی حرکات سماوی و حرکات ارضی را وحدت بخشید، یعنی همه از یه قانونه. ماه از همون قانونی حرکت میکنه، استفاده تبعیت میکنه که از فرض کنید که یه ماشین مثلا توی زمین یا یه اسب که داره حرکت میکنه تبعیت میکنه، همه چی از یه سری قانون تبعیت. این خیلی قدم مهمی بود که نیوتن برداشت و به نظر من پیشرفت علم همش بعداً مدیون این قدم اولیه نیوتن بود. البته یه تناقضاتی توی حرفای نیوتن هست که حالا میخوام براتون ذکر بکنم که علی‌رغم اینکه خیلی به فلسفه علاقه داشت، علی‌رغم اینکه حجم عظیمی هم داشت که دفعه گذشته بود یا دفعه قبلش در چیزای الهیات و اینا از خودش باقی گذاشت، به بعضی وقتا به ملزومات حرفای خودش توجه نداشت و این نکته اصلیه که میخوام ببینید. دکارت میخواست که تمام قوانین فیزیک را از یه سلسله اصول استخراج کنه، پس یه عقل گرا. نیوتن حرف مهمش این بود که من فرضیه نمیسازم، من تابع تجربه میکنم، یه چیزی را میگیرم تعمیمش میدم میشه قانون، ولی خودش به این عمل نکرد. چرا؟ برای اینکه 3 قانون نیوتن از تجربه نتیجه نشد، برای اینکه خیلی خوب براتون محسوس بشه. قانون اول نیوتن میگه چه؟ اگر جسمی تحت تاثیر هیچ نیرویی نباشه این به حرکت یا ساکن میمونه، اگه در حرکت یک نواخته حرکت شاید تحت تاثیر هیچ نیرویی نباشه. شما جسمی در عالم دارید که تحت تاثیر هیچ نیرویی نباشه؟ ندارید، واقعا ندارید. بنابراین این یه ایدئال سازی تجریده که نیوتن اومد بشناسه، یه تعمیمه که نیوتن اومد بشناسه. مثل اینکه شما میان فرض میکنید بگو نقطه مادی توی کتابای فیزیک روش بحث میکنید، بعد نتایجش باید تقریبا خوبی برای اجسام کوچیک همون رو به کار میبرید. برای پروتونی که بعد داره وقتی میخواین حرکتش نگاه کنید همون قانون به کار میبرید برای الکترونی که بعد نداره. و بنابراین شما همه اینا رو تجربه نکرده. نیوتن این 3 اصل متعارفش را از تجربه نگرفت. نظامش آکسیوماتیک بود، واقعا از اصول متعارف گرفته بود که بدیهی نیستن، ولی شما به عنوان اصل قبول میکنید و همه چیزا رو از اون استخراج میکنید. ولی این که جمله معروفش که من فرضیه نمیسازم، این نمیخونه با اینکه این 3 قانونی که آورد و همه چی ازش استخراج کرد واقعا از تجربه گرفته نشده. به همین جهته که حالا براتون خواهم خوب جمله شد. یکی از این افرادی که بعد از نیوتن اومد و کتابای نیوتن را، حرفای نیوتن را توضیح داد و مرید نیوتن بود، خیلی با ادب ذکر کرد که نیوتن این مسئله‌ای که من فرضیه نمیسازم رو تو کتاب اپتیکش زیر پا گذاشت. اونجا یه مطلبی رو به عنوان اصل قبول کرده بدون که زمینه تجربی باشه. بفرمایید. ما همه تجربیاتی هم که می‌کنیم آزمایشی که انجام میدیم بعدش با یه ایدئال سازی به بله همینه. و نیوتن هم همین کارو کرد. یعنی خب درسته که نمی‌تونه ولی واقعا اطلاعات و انداز نبود. به عنوان اصل برای همه جهان گرفت. چه یه نقطه باشه چه جسم باشه. نبود واقعا.
درسته، ولی خب دستش بیشتر، یعنی چی میگن مجبور بود این کارو بکنه. یعنی نه ببین این که مجبور بود نفرمایید، این که این کارو کرد منم بودم میکردم حق میدم. این که ادعا میکنه من فرضیه نمیسازم، من میگم این به صورت تجربی قبلش ثابت نشده بود، از نظر تجربی ثابت نشده. قانون 1 تقسیم بر R2 نیرو متناسب بر 1 تقسیم بر R2 را که فرض کرد تونست قوانین کوپرنیک را ثابت کنه. ولی این قانون از کجا اومده بود؟ این قانون را حرف انشتینه با میگه ما با فکرمون، با تجرید سازی، با فکرمون میان چیزا را نظریه ها را میسازیم، بعد اینا را حتما باید به محیط تجربه بزنیم. ولی الهام ممکنه الهام بگیریم در یه جهت، ولی نظریه را از تجربه نتیجه نمیگیریم به هیچ وجه. و این حرفش درست. همه اینا به تجربی رسیدن بعدا. نه تجربه که شده بود که F مساوی با MA نه، اینا گفت و بعدم تجربه کردن که نسبت مثلا فرض کنی که اگه 2 تا جسم داشته باشید یه نیرو بهشون وارد شه، نسبت شتاباشون به نسبت عکس جرماش، اینا بعداً تجربه شد. نه نشده. برای اینکه ببینید حالا براتون میگم از اینجا فهمید که دید اگه اینا رو این فرضا رو بکنید، اون وقت اون با کمک اون قانون 1 تقسیم بر R2 که حدساً بعضی‌ها میزنن دیگری به دست برده بود، با اینا میتونید قوانین کپلر رو اینا رو به دست بیارید. ببینید شما همیشه محصول آخر میبینید و فکر بکنید این چیزی که طرف داره بدون عرضه میکنه با استدلال کامل بهش رسید. ولی شما معادله دیراک رو میبینید، انصافاً یکی از معادلات بسیار زیبا و جالب فیزیک. ولی شما حرفای خود دیراک را بخونید، حرفاشو بخونید، میگه من با فرمولا بازی میکردم برای که ببینم که چی از توش در میاد. این محصولی که الان به صورت شسته رفته تو کتابا تحویل میدن اصلا علم اینطوری پیش نرفت. خود معادله دیراک هم وقتی آدم خواهد به دست بیاره، یه آدمش همینطوری میگن دیراک رو حذف بیاد، اینم حذف بیاد که خوشگل باشه، یعنی که ریاضیاتش جواب بده. ولی واقعا اینطوری نیست. من یه وقتی 10-20 سال پیش این تاریخ فیزیک تو 30 سال اول قرن 20 را برای دانشجویان فوق لیسانس فیزیک میگفتم، توجه کردم که چقدر ریزکاری بوده که ما همیشه فکر میکنیم انشتین پیشنهاد کرد فوتو الکتریکا همون وقت جا افتاد، نه تا 20 سال بعد جا افتاد. از حتی اونا که تجربه کردن پدیده فوتو الکتریکا مثل مایکلسون و اینا 1916 پدیده فوتو الکتریکا منحنیاش هم به دست آوردن، اینا اعتقاد نداشتن به فرضیه ذره‌ای. شما شسته رفته قضیه رو میبینید که فکر میکنید. به نظر من این حرف انشتین کاملا درست که عالم با قوه عقلش یه چیزایی را سیر میکنه، بعد ببینید که چه چیزایی به نظرش مناسبه، اینا رو به هم میپیونده. حالا وظیفه‌ش است که بیاد به محیط تجربه. اینه که این ایراده بهش گرفتن. اعتقادش این بوده که قضایا و احکام تو فلسفه طبیعی باید از پدیده ها استنتاج شد. همطور که عرض کردم واضح قوانینش از پدیده ها، اون موقع لااقل از پدیده ها استنتاج، بعدا تجربه شده، تایید شده، غیره. و تو کتاب اصول اصلا همه چی اومد مبتنا کرد، این 3 تا قانون به عنوان اصل قبول کرد، همه این سال از اینا به دست آورد. اینا حرفشون نیست که تو کتاب اصولش هم خودش اکسیوماتیک عمل کرد. خب بعدش بفرمایید. نه نقش اصل داشت، اینا اصول متعارف نیوتن. ببینه اصل چیا میگون، قانون چیا میگون، ولی توی کتاب‌های ریاضی
من تو کتابای فیزیک این دقت هرگز نیست، تو سمینارهای فیزیک این دقت کمتر اعمال میشه. اصل چیزی یا بگم که ما اثبات نمی کنیم، به عنوان اولیه میپذیریم، این اصل متعارف. قانون اون چیزی است که شما میان از اصلادون به دست میاد. شما تو ترمودینامیک مثلا فرض بکنید که میان و اصل اول ترمودینامیک، اصل دوم ترمودینامیک، اصل سوم ترمودینامیک رو قبول. اینا اصل قانون بقای انرژی، قانون اصل آنتروپی که آنتروپی اضافه میشه زیاد میشه برای یه سیستمی که ایزوله هست و غیره. اینا رو شما به عنوان اصل قبول میکنید. یه رابطه برای گاز به دست میارید، PV مساوی با NRT. این قانونه. قانون اون چیزایی است که شما از اصول به دست میارید. مثلا شما اصول اقلیدس را قبول میکنید و با استفاده از اصول اقلیدس به دست میارید مجموع سه تا زاویه یه مثلث 180 درجه. این میشه قانون. ولی متاسفانه این رعایت دقت نمیشه توی مدل. چیزی میشه بگویی اینه که سه تا قانون اول نیوتن اصول متعارف مکانیک نیوتنی. اینه میشه بنویسید. بعد از نیوتن بارکلی که همه چی از ذهنی طرف نمی‌کرد، میگفت که با توصیف حرکات موافقه. مثلا x مساوی 1 دوم جی تی، ولی با توضیحش که اینو بخوام بگم تو طبیعت اینطور اتفاق میفته، نه با این موافق. توجیه و توضیح را موافق نبود، ولی توصیف که ما این رابطه رو به کار میبریم، اون رابطه رو با توصیف موافق. و قوانین را صرفاً ابزار محاسبات. ببینید اینا رسیده به قرن ما که بعضیا میان ابزار انگار میشن. قوانین را صرفاً ابزار محاسبات. یکی از افرادی که خیلی تاثیرگذار بودن هیوم خیلی اثرگذار بوده واقعا. منکر معرفت قطعی درباره طبیعت. هیچ چیز قطعی نمیشه در مورد طبیعت. منکر ادراکات فطری. تنها حواس را منشأ حصول معرفت. معرفتی شما از غیر طریق حواس به دست بیارید محل اعتنا نیست. منکر اصل علیت بود و این تفسیر علی که ما میکنیم ما ناشی از تداعی معانی میدونیم. یه دفعه دیدن یه سویچی زدن، یه چراغی روشن شده، این تو ذهن ما مونده، این رابطه تو ذهن ما مونده و همواره تداعی میشه. ممکنه فردا خورشید، مثالی که ازش میذارم، فردا خورشید از مشرق با منطور نکنه. احتمال تنها ادعای معقول در مورد قوانین علمی. حرفای هیوم این بود و بعضی حرفاش که حسگراییش باشه و طرد علیت و اینا رو نسل بعد تاثیر گذاره. این آقای توماس رایت این گفته های نیوتن را جمع کرد و واقعا مروج ایده های نیوتن شد. ولی انتقادم خیلی مؤدبانه با رعایت شاگردی کرد که نیوتن تو کتاب همطور که عرض کردم قبلا اپتیکش مراعات حرف خودشی که میگه من فرضیه نمیسازم نکرده. ولی یه حرف قشنگی رایت روی این حرفای هیوم میزنه که رابطه علمی بین هیچی تو جهان نمیدید. میگه تجزیه جهان، خوب توجه بفرمایید جمله معناداری، تجزیه جهان به حوادث منفصل از هم و بدون رابطه علم را غیر ممکن میسازد. خیلی حرف عمیقی. تجزیه جهان به اجزای
منفصل از هم و غیر مرتبط علم را غیر ممکن نیست. علم شما همیشه دارید حوالی یه چیز رو میگون. اگه بخواین اون رابطه را منقطع بکنید یه چرخ علمی نمیتونید. در صورت که ما با اطمینان میدونیم اگه پس فردا کسی بیاد این چراغ رو روشن کن، این چراغ سویچ بزنه، این روشن میشه. اون دیگه شما هیچی میگه در مورد علم نمیتونید بگید. بله ما ممکنه به جلسه قبلی دو جلسه قبل گفتیم که علم رو بیاییم مثلا فیزیک رو بیاییم در سطح‌های مختلف بررسی کنیم. مثلا فیزیک کنیم یه سری مثلا سطح زیری نیست، سطح مثلا زیری‌تر اینا بررسی کنیم، بعد مثلا شاید یه رابطه بین اینا پیدا بشه. مثلا اما این با همین حرفی همین الان گفته شد این در تناقض نیست. چرا؟ همینو داره میزنه. نه اونا میگن ما نمیتونیم، ناشی از جهلمونه، نمیگن نیست. قطعا میگن که احکام ذرات بنیادی در سطح مواد معمولی حاکمه. منتهاش وقتی که از ذره بنیادی میان به سطح فعلی یه قوانین دیگه هم حاکم میشه. با اون قوانین اتم نمیتونید این شیء بزرگا توضیح بدید. فقط نمیگن اون قوانین از کار میاد، میگن اونا کافی نیست. به یه سطح جدید که میان یه چیزایی اضافه میشه. آخر مثلا گفته شد که فیزیکدانا میان مثلا یه سطح بررسی کنه، یه سطح بعدم سعی کنن. نه خب بعد لازمش نیست که بعد میان سطوحا به هم وصل کنن. یه برنامه دراز مدته. منتهاش بعضی وقتا این جدا کردن ها کمک میکنه به کار. بذار یه مثالی براتون بزنم. تو فیزیک هسته‌ای شما مدل میخوان برای هسته بده. تمام خواص هسته را از یه مدل نمیتونید الان به دست. به خاطر جهل ماست. وقتی که بخوان بگن که فلان هسته‌ای با شماره 8 مثلا فرض کنید هسته‌ای با شماره 4 با عدد اتمی یعنی تعداد ذرات هست 4 16 اینا یه خواص خیلی پایدار. اینجا میان یه مدل میخوان بگن بعضی اتم ها بعضی هسته ها ناپایدارن، شکاف پیدا میکنن، همون فیشن معروف شکافت هسته ای. اونا میان با یه مدل دیگه، مدلی که میان فرض کنن هسته یه قطره مایع و این قطره مایع کشیده میشه تا به 2 تا تجزیه میشه یا 3 تا میشه. اونا میان با این ضرورت عملی ماست که باعث شده برای توضیح هر خاصیتی از هسته یه مدل بسازید. برای یه خاصیتی هسته رو به یه گاز تشبیه کنید، برای یه خاصیت دیگه به قطره مایع، برای یه خاصیت دیگه به یه مثلا چیزایی که دوره یه چیزی میگردن و غیره. این به خاطر ماست، جهل ماست. هسته که 10 تا مدل نداره که. ما برای سهولت در این مرحله از علم این کارو میکنیم تا یه مدل جامع بیاد که جایی 3-4 تا رو بگیم. اینه هست. خب ببینید بعدش کانت. بعد گفتم براتون. حالا بعدش کانت. من میخوام با حصله اومدن اینا رو براتون بگم. کانت میگه که نخستین وسیله کسب علم حسه، ولی عقل میاد این چیزای حس را میگیره و یه چیزایی بهش اضافه، یه قالبایی میریزه که اون قالبا رو بهش میگه مقولات. تو قالب زمان میریزه، تو قالب مکان میریزه و غیره، قالب علیت میریزه. عقل میاد چیزایی که از حس میگیره دا تو قالب، توی قالبای خاصی میریزه. خب بعد میگه تو علوم ریاضی عقل با چیزایی که خودش ساخته سر و کار داره. تو علوم تجربی ما یه چیزایی رو از پدیده ها میگیریم، با اون یافته ها سر و کار داریم. ولی تو احکام متافیزیکی نه مثل احکام ریاضیه، نه مثل اون چیزای تجربیه. بنابراین ما به متافیزیک دسترسی نداریم واقعا و شأنی براش قائل نیست. خب
اصول یه علم را، ولی این حرف میزنه، اصول یه علم را میشه مستقل از مشاهده ساخت و استفاده از مواد دیدنی شدنی و مشاهده شدنی و غیر مشاهده شدنی هم مجازه. شما میتونید بیان مدل بسازید در معرض تجربه قرار. یه چیز دیگه از اشخاصی که خیلی مؤثر بوده اوگوست کونت، فرانسوی قرن 19 که میگه علم یه مبعی از مجددهای جدی پوزیتیویسم و حسگرایی که باید هر چیزی ریشه در حس داشته باشه. میگفت که ما دوره این که به خدایان متوسل بشیم، دوره‌ای که بریم سراغ علت پدیده ها و اینها گذشته، الان به دوره پوزیتیو رسیده، یعنی با یافته های ناشی از تجربه از طریق حس سر و کار و اینه برامون هست. میگفت قوانین طبیعت فرضیه هایی که ما میسازیم، فرضیه هایی که به وسیله ما میسازیم ولی به وسیله مشاهده تأیید شدن. ما میسازیم اوکی ولی به وسیله مشاهده تأیید شدن. حرف مهمش این بود که ساختارهایی نظیر اتم و اینا ابزارن، اینا واقعیت ندارن، ابزاری هستند که ما در توصیف میتونیم به کار ببریم و حرفامون رو بزنیم، یافته های ذهنیمون رو به هم مربوط کنیم، ولی اینا صرفاً ابزارن. توجه بفرمایید این نقش مهمی بر روی فیزیکدان بود. بعدش ماخه میگفت که علم مبتنی بر یافته های حسیه و کار علم اینه که بیاد یه جنبندی اقتصادی از قضایا بود، یعنی یه چیزی بسازه که بعد ابزاری داره و یافته های ما را مقتصدانه توضیح میده، ولی هیچ لزومی نداره که این چیزایی که توش به کار برده واقعیت خارجی داشته باشه. این تئوری های ما یه ابزارن که یافته های حسیمون رو به هم بست. این که برای اینا چیزی باشه، برای یافته های ما چیزی باشه، ما به ازایی باشه نیست، کما این که به شدت سر قضیه وجود اتم ها دعوا داشت با بولتزمن و به کلی منکر وجود اتم ها بود و این در حالیه که اتم اقلاً 70-80 سال بود از طریق دالتون اینها پیشنهاد شده بود، جدول مندلیف ساخته شده بود با موفقیت، بعضی عناصرش که پیش بینی شده بود کشف شده بود، ولی اینا همه را ابزار میدونست، حاضر نبود وجود اتم ها را به عنوان یه واقعیت خارج از ذهن بپذیره. پیر دوئن یک مسیحی معتقد بود، خیلی توانا بود، ولی خیلی از حرفایی که زده برای این بود که دعوایی بین مسیحیت و علم جدید پیش نیامد و پیشنهادایی که میزد چی بود؟ یه نظریه مشتمل بر یه عده قضایای ریاضیه که نمایشگر قوانین و توصیفگر پدیده ها هستن و بنابراین کاملا نقش ابزاری به نظریه های ریاضی و به قوانین. گفت اینا خوب توضیح میدن، همین خوب توضیح، این که باطناً چیه قضیه نه، اینا توصیفگرای خوبی هستن، هیچ هم متافیزیک وارد اینا نمیشه، بخواست شأن متافیزیک را حفظ کنه. یه قانون فیزیکی خوب توجه بفرمایید صرفاً توصیفی از پدیده ها میده بدون اینکه کاری به سرشت واقعیشون داشته باشه. یه قانون فیزیکی میگه که ما درجه حرارتی که اینقدر اضافه میکنیم طول سیم اینقدر اضافه میشه، کاری نداره که این
در واقعیت چه عملی اتفاق میفته که این طول سیم اضافه میشه؟ هیچ کاری نداره، فقط توصیفگر مشاهدات، کاری به پشت پرده نداره. یه حرف مهمش خیلی بد اثرگذار بود، میگفت نظریه های فیزیکی به صورت مجموعه ای از فرضیات مورد آزمون قرار میگیرن و اگر در آزمون ناموفق در اومدن معنیش این نیست که کل نظریه دور ریخته میشه. یه حرف مهمش این و یه نکته مهمش که تو قرن 20 خیلی اولش سر و صدا داشت، این مسئله crucial experiments، آزمایش های فیصله دهنده. یعنی یه آزمایش میاد و بین دو تئوری را انتخاب میکنه، فیصله میده دعوای بین دو تئوری. پیر دوئم به کلی منکر چنین آزمایش ها که دعوای بین دو تئوری را منفصل چیز بدن، خاتمه بده. میگفت کار پوزیتیویسم این نیست که متافیزیک را بی اعتبار کنه، بلکه کار فیزیک اینه که کار پوزیتیویسم این نیست که متافیزیک را بی اعتبار کنه، بلکه کار پوزیتیویسم این نیست که متافیزیک را از فیزیک جدا کنه. که این تصورات همش قابل ایراده به شرطی که توضیح خواهم داد دفعه بعد. میرسیم به پوانکاره و بعد جنبندی. پوانکاره که سال 1912 فوت شد، به عرض می شود که قراردادیگری اعتقاد داشت. کانونشنالیزم می گفت که ما تو علم یه سری قرار داریم، میتونیم بیان هندسه اقلیدوسی را و یه سری نیروها به کار ببریم، همه چیزا رو توضیح بده. میتونیم هندسه ریمنی را با یه سری نیروهایی که بیان بیارید تو کار و همه چی را توضیح بده و این قرارداد ماست. علم ما ابزار میدونست، علمی که منکر واقعیت نبود، ولی که علم وسیله پی بردن به واقعیت باشد را روش تردید، که البته این موضع شبیه ابزارنگاریه با پراگماتیسم و ابزارنگاری. اینا میگن اگه یه چیزی کار میکنه ازش استفاده کنید، که حالا باطنش درسته یا درست نیست کاری نداشته باشه. خب ببینید، من یه سری صحبت هایی که اینجا شده بود عرض کردم، یه مطالب متفاوتی گفته شد، ولی جمع‌بندی که میخوام بکنیم که بر فیزیک قرن 19 قبل از نسبیت خاص و عرض میشود کوانتوم چه تفکری حاکم بود. اینا حرفای بزرگان بود، ولی نه اکثریت تابع پوانکاره بودن، نه تابع عرض میشود که پیر دوئم بودن، نه غیره. هیچ کدوم اونا دنبال روح اینا نبودن، اینا بزرگان شاخص. اون چیزی که حاکم بود که میشه به عنوان دیدگاه حاکم بر علم کلاسیک گرفت، این چیزایی است که میگن یه واقعیتی مستقل از ما وجود داره و کار فیزیکی نیست که این واقعیت را اون چنان که هست کشف کن. از مکسول بپرسید این جواب بهتون میداد، از لورد کلوین بپرسید این جواب میداد. فیزیکدانان کلاسیک این یکی از اصولشون بود، واقعیتی مستقل از ما وجود داره و کار فیزیکی نیست که این واقعیت را اون چنان که هست بشناسید. این واقعیت نکته دوم قابل تجزیه است به اجزا و هر جزء هم میشه بر حسب یه خواصی بیان کرد، نظیر جرم و عرض میشود که سرعت و غیره. هر جزء هم میشه بر حسب یه خواصی بیان. اشیاء بزرگ مرکب از اشیاء خوردن و رفتار اشیاء بزرگ را میشه بر حسب رفتار اشیاء خرد توضیح. یه اصل دیگه
سیر حوادث، زمانی حوادث طوری است که هر حادثه از یه حادثه بلا قبلش نتیجه میشه تا همینطور میره به عمل. یعنی علیت حاکم. این در 99% موارد حاکم. یه بولسمن توش تردید داشت، مثلا یه اکسنری فلان، ولی قبل از اومدن نسبیت خاص و کوانتوم اینا یه چیزایی جا افتاده، یه فیزیک کلاسیک. اطلاعات ما در مورد رفتار سیستم های فیزیکی از طریق مشاهده به دست میاد، ولی ما توی اون کمیت دخالتی نداریم. اگرم اثرگذار باشیم میزان اثرمون قابل محاسبه است. خب شما وقتی یه ترمومتر رو میذارید تو دهن، یه مقداری از گرمای بدنم خود این ترمومتر میگیره، ولی میگن مثلا اینو ما اولا اقماس میکنیم، اگرم بخوایم میتونیم دقیقاً اثرش رو محاسبه کنیم. یه جدایی واضح بین ذهن و عین وجود داره. بین ذهن و عین یه جدایی واضح وجود داره و ما صرفاً یه تماشاگریم، نه بازیگر. بعد خلاف اون چیزی که توی کوانتوم خواهید گفت، ما صرفاً یه تماشاگریم، هیچ دخالتی نداره ذهنمون در اون چیزی که مشاهده. وجود و رفتار فرایندهای فیزیکی بستگی به مشاهده ما نداره. این که فقط یه چیزی مکان داره، اگه ما مشاهدهش کنیم که کوانتومی هم گفتن یا غیره، نه. وجود یه چیزی بستگی به این نداره که ما مشاهدهش بکنیم یا نکنیم. به قول ایشلند وقتی تو اتاقش نیست رخت خوابش وجود داره یا نداره. این حرفای عجیب و غریبی که اون هست. خب به طور خلاصه سخن فیزیک کلاسیکی بود یه دنیای عینی خارج از ذهن ما وجود داره و علم قادره یه تصویر مطابق واقع از این وجود خارجی به دست. این به طور خلاصه تصویری بود که به ما فیزیک کلاسیک. من انشاءالله اول فردا میگم که پوزیتیویستای منطقی به این چی اضافه کردن و بعد کوانتوم چه چیزایی رو به عنوان اصل وارد کوانتوم متداول شد و بعدش میپردازن به عنوان اینشتین که در تمام این سیر از اول قرن حضور داشت واقعا و در تمام مراحل پیوستگی خودش و وابستگی خودش به اصولش نشون داد به عنوان یه الگویی که کاملا حواسش جمع بود که چی داره میشه. خیلی ممنون.